دشمن انشالله که بسیار ضربات سنگین دیده، دمی 4-5 روز 700 800 نفرش تلفات دیده. انشالله وضعیت هرات بیخی نرمال هستند، هیچ مشکل ما نداریم. در هر شرایط ما آماده وظیفه هستیم. فعلا عملیات ما راه اندازی داره که در قشلاق قریه اکثریت که قریه هایی که زیر مسلط طالب بود آنها را دوباره به دسترس نیروهای امنیتی قرار گرفته و نیروهای امنیتی فعلا در حال پیشروی هستند. دشمن فعلا در حال شکست و شکست بالا مواجه است.